سلام دوست عزیز من، امیدوارم که حالت عالی باشه. به جلسه 8 از دوره ادیسون با شما هستم. توی درس‌های قبلی تعمیرات لامپ‌های مختلف رو بهت آموزش دادم، منابع تغذیه‌اش رو بهت گفتم و LED رو شناختیم کلی. حالا این درسی که الان داریم با هم دیگه می‌خوایم پیش بریم یه خورده فراتر از دوره تعمیرات ادیسونی هست و تعمیرات لامپه. میخوام بهت بگم که لامپ‌ها رو چجوری میسازن، چجوری خودت لامپ بسازی و چطور بتونی درآمدزایی بیشتر داشته باشی. آموزش بیشتر برابر است با درآمد بیشتر و من سعی میکنم که آموزش‌های بیشتری برات بذارم و لذت ببری. این جلسه‌ای که با هم دیگه داریم انجام میدیم آخرین جلسه از دوره ادیسون هست. و اینم بهت بگم اگه میخوای توی دوره‌های تعمیراتی ما شرکت کنی، چه دوره‌های کولرگازی، چه دوره پکیج، چه دوره لباسشویی، اونا دوره‌های تخصصی هستن. اگه در سطح دوره ادیسون هستی اونا مناسب نیستن، فقط دوره نقره‌ای برای شما مناسبه که توش همه این بورد رو برات میفرستیم به صورت رایگان برات میاد و توش تمام قطعاتی که روی این بورد هستش دونه دونه تست می‌کنیم، نقشه‌شو بهت میگم و خلاصه مثل همین دوره‌ای که هم هستیم گاماس با هم پیش میریم و میتونی تعمیرات بورد منبع تغذیه رو یاد بگیری. اگه دوره نقره‌ای رو سپری کنی تهش میتونی 50% از بوردها رو تعمیر کنی. یعنی مثلا بورد کولرگازی، لباسشویی یا تجهیزات پزشکی، تجهیزات ورزشی، جارو برقی، چرخ گوشت، هر چیزی که تو فکر کنی میتونی تعمیر کنی، ولی 50% از ایرادا رو میتونی حل کنی. اگه میخوای مثلا 80%، 90% یا درصد بالایی از بوردها رو تعمیر کنی حتما باید دوره تخصصی رو ببینی. مثلا میخوای ECU ماشین تعمیر کنی، دوره نقره رو ببینی، میتونی مثلا 30-40% از یا 50% از ECU ها رو تعمیر کنی. ولی اگه میخوای 100% رو تعمیر کنی دیگه باید بری دوره تخصصی اون رو ببینی، دستگاه جوش هم همچنین. خب بیا با هم دیگه لامپ رو بسازیم. اینها LED های SMD هستن روی نوارهای. چیزی که ما اینجاها داریم، ببین اینجا رو، اینجا چیزی که ما اینجا داریم اینا بهش میگن SMD و حالا چیپ هم بهش میگن. اینا SMD هن که توی رول های این شکلی قرار میگیره و توی دستگاه اینا رو مونتاژ میکنن. الان دیگه با دست اینا رو مونتاژ نمیکنن، نمیصرفه. خب میخوام بهت بگم از این رولا میذارن به دستگاه و دستگاه اینا رو میچینه و لایم کاری میکنه و کارش انجام میده. این چیزی که الان داره اتفاق میفته. و بدونی که LED ها توی بسته‌بندی‌های این چنینی 1000 تایی، اینا بهش میگن LED اووال. اینایی که این شکلی ان، حالت لیزری دارن، اینا اووال بهشون میگن. این مدل‌ها بهش میگن کلاهی. اینا نور رو به صورت پخش، یعنی 360 درجه کنارشون روشن میکنن، ولی اینا نورش به صورت لیزری فقط روبروی خودشون روشن میکنن. بهش میگن اینا اووالن و این مدل LED بهشون میگن کلاهی. اینا هر دوتاشون دیپ هستن، ولی LED هایی که اینجا استفاده میشه که سایز بندی هستن، یعنی عرض و طولشون مهمه. اینا بهشون میگن SMD. حالا اینجا رو ببین، تو SMD ها اینی که علامت سرکج اینجا قرار میدن این برای علامت منفیه. توی LED های دیپ اونی که پایش بلندتره میشه پایه مثبت. این تنها تفاوتشونه. حالا بریم برای اینکه من مونتاژ کنم و اینا رو بهت نشون بدم روی LED های دیپ کار میکنه. همین تابلوهای LED، تابلوهای روان، اینا هم از همین مدل هستن. این هم یه مدل دیگه شه که رولی اینجوری LED ها توشن. این هم یه مدل دیگه. خب برای اینکه بتونی LED رو مونتاژ کنی این خودش یه درس تولیدی محسوب میشه. یه مقداری PCB میاری، این دقیقاً PCB ولی پشتش آلومینیوم برای اینکه بتونه انتقال حرارت خوبی بده. ولی این یه PCB معمولیه که بهش میگن بورد 1000 سوراخ، یعنی سوراخ زدن به اندازه قطعات الکترونیکی مخصوص کارهای مونتاژ دستیه. این چنینی. خب یه طرفش پلاستیکه، یه طرفش مسه. این مس اگه کثیف بشه قل نمیگیره، برای همینم باید تمیزش کنی، شستشو بدن. حالا بریم و یه LED یا یک لامپی رو با هم دیگه بسازیم. خب گفتیم LED های آبی، الان این آبیه، سبزش هم هست، همه مدلش هست اینجا. حالا من میخوام با آبی برات بسازم. خب گفتیم که این LED ها 3 ولتی هستن. اگه 3 تاشون رو با هم، 4 تاشون رو با هم سری کنیم میشه 12 ولت. پس من اگه 4 تا از این LED رو با هم سری کنم میتونم با یه منبع تغذیه 12 ولت اون رو فعال کنم. اگه بخوام با 220 همین LED ها رو فعال کنم باید چند تا رو سری کنم؟ یه چیزی هولوش مثلا 70 تا، یه چیز تو این هولوش. خب پس من الان با هم سری میکنم. اولی رو میزنم. سری هم که گفتیم اگه این پایه بلنده
خب یکم بیارم نزدیکتر. اگه این پایه بلنده مثبت باشه، این یکی منفی، این یکی مثبت. خب منفی این به مثبت این اتصال داده میشه، دوباره منفی این به مثبت این و منفی این یکی به مثبت این یکی. این چی؟ هر چیدمانی، حالا من از پشت اینا رو خم میکنم. ببین همه مثبت ها این ورن، منفی ها این ور. من اینا رو خم کنم، اینو به این میخوام لحیم کنم، این یه دونه پایه رو میخوام به این لحیم کنم. خب این پایه‌ای که میمونه پایه خروجی من میشه مثبت من، این یکی هم که پایه منفی من، اینا به هم اتصال میدن. من حالا این رو لحیم کنم برات. برای لحیم کردن اینا هم فقط کافیه یه پایه‌ش رو لحیم کنی، بعد با انگشتت به من یه دونش رو لحیم میکنم. روغن هم استفاده کنیم قشنگتر میشه. خب ببین الان اینا کج و کولن. خب میبینی دیدیا یکم کج و کولن. من میگیرم با انگشتم پشتش رو گرفتم و یکم پایش رو گرم کنم بچسبه. میبینی یه تکون ریز میخوره. حالا اگه نگاه کنی بازم اینجا خورده کج و کولن که اینه. این چنین. خب الان میبینی که توی راستا و میزون هستن. خب حالا این ورم بذار لحیم کنم. یه دونه خالجوش میخوام اینجا بزنم، یه خالجوش اینجا و اینم بچسبونیم که یه خالجوش هم اینجا بزنم. خب میخوام مازادش رو بچینم برای اینکه کارو بهت نشون بدم. چه پرتابی دارن اینها. خب حالا من این میشه پایه منفی من، فکر کنم نه این یکی بود، این یکی میشه پایه منفی من و این میشه پایه مثبت من تقاضا رو 12 ولت تنظیم میکنم و این منفی رو به این وصل میکنم، مثبت من به این وصل میکنم. میبینید که این دکمه رو باید بزنم. بعد میبینید که روشن شد. ببین الان این 12 ولت من مولتیمتر هم برات بگیرم که شاید نمایش رو متوجه نشی اونجا رو. ببین من مولتیمتر رو برات میذارم رو ولتاژ، این هم ولتاژ دیسی. حالا از پشت برات بگیرم. ببین اینجوری. خب ببین اینجا بعد الان 12 ولت به من نشون بده. 11 و 50 راست میگه. تغذیه رو بیارم رو 12 فیکس کنم. حالا یکم ظاهرا جریان میده. خب الان رو 12 فیکس. خب اینجا رو ببین. الان من تغذیه من 12 ولت داره میده. ببین هر کدوم از این LED رو ببین 2.9 تقریبا 3 ولت روش افتاده. دونه دونه LED رو بگیرم. یعنی این یک LED محسوب میشه. ببین این شکل. حالا اگه من بخوام نور این رو بیشتر کنم، الان یه حجم نور میده، میتونم 4 تا دیگه با این، من برقش رو قطع کنم، میتونم 4 تا دیگه با این سری کنم، دوباره 4 دونه دیگه. اینجا رو ببین منفیش این سمتی بود، 4 دونه دیگه. من یه زمانی درآمدم از طریق این کار بود، یعنی درآمد نداشتم همین کار انجام میدادم و کلی هم باش درآمد در میومد. خلاصه این چنینیه. الکترونیک خیلی جا زیاد داره برای پول در آوردن، ولی برای اونایی که چی میخوان آموزش ببینن و توش مهارت به دست میارن، وگرنه خیلی هستن که فارغ التحصیل رشته الکترونیک هستن و نمیدونن واقعا باید چیکار کنن. حالا یه بار دیگه من میرم یه دونه دیگه لحیم کنم. حالا دیگه نمیخوام خوشگلش کنم، فقط میخوام این فقط پایه هاش میخوام لحیم کنم. قرار شد اینا رو من به هم لحیم کنم. 3 تا جوش داره که پایه ها.
تا الانی که داریم با هم صحبت میکنم من به نظر میلیون ها میلیون LED رو من مونتاژ کردم. الان هر کدوم از این بسته‌ای که دیدیم اینا 1000 تاست دیگه. بس 100,000 تایی هم بسته خریدم و مونتاژ کردم. خب الان ببین اینجا رو، این یکم اتصال شد بینشون و میخوام اتصالش رو بردارم. اینجا الان نکته‌ای که اینجا وجود داره، ببین یه LED 12 ولت دیگه کنار این گذاشتم، یه LED. الان من اگه این دوتا رو با هم موازی کنم، ببین این دوتا رو اینم کنم برقش، اگه این دوتا رو من با هم موازی کنم، یعنی مثبت 12 ولتاشون رو به هم بزنم، منفی 12 ولتش، هر دوتا روشن میشه و نورش الان نسبت به مرحله قبلی بیشتره. خب چرا بیشتر شد؟ چون که LED ها 2 برابر شدن، ولی جریانی که از منبع تغذیه میکشه باز 2 برابره، ولی ولتاژ همون ولتاژ 12 ولت. اگه من بیام چیکار کنم؟ بیام یک سیمی بردارم اینجا، یه مقداری سیم بیارم، این چنینی. این جناب آقای فیلمبردار و تصویربردار و صدا بردار ما هستن که سرفه میکنن، اصلا نگران نباش و احتمال داره که منم سرما بخورم، ولی خب دیگه در خدمت شما فعلا. خب اینجا رو ببین، این اگه مثبت باشه و این منفی، من با یه سیمی مثبت 12 ولت رو میارم به منفی 12 ولت دهی میکنم. اینجا رو ببین، اینجا خب این است. الان چه اتفاقی افتاد؟ الان اگه من 24 ولت، این میشه منفیش، این منفی، این مثبت. ببین الان 12 ولت من بهش دادم ولی دیگه روشن نمیشه. منبع تغذیه من باید بشه 24 ولت. الان هولوش 24 ولت. ببین باز همون مقدار نور، همون مقدار نور الان افزایش پیدا نکرد. فقط تنها اتفاقی که افتاده، جریان همون جریان اولی بود که سر 4 تا بود. الان اتفاقی که افتاده فقط ولتاژ شده، ولتاژ 2 برابر شده. حالا من دوباره الان این شد ولتاژ 24، یه رشته دیگه از اینا درست کنم کنارش بذارم، ولتاژ میشه 48 بود، یعنی باید با 48 ولت روشن بشه. حالا نکتهش تو الکترونیک چیه؟ اگه یکی از این پایه ها اینجا، این LED، من یکیشون رو بسوزونم، یکی از این LED ها الان من راحت میسوزونمش. اینجا رو ببین، این سوخت. خب الان من یکی از LED ها رو سوزوندم، این پایه مثبت 48 ولت 24 ولت. ببین دیگه LED های من روشن نمیشه، یکی از اون 4 تا سوخت. حالا من اون یه دونه رو که اینجا بود عوض کنم، دوباره LED ها روشن میشن. این کل ماجرای یک لامپه. و حالا شما اگه میخوای نور زیادی درست کنی، من از پروژکتورهای خودم درست کردم. مثلا این الان یه دونه پروژکتور یا LEDه که باز خودم درست کردم. ببین برای اینکه نور ثابت بده تو فیلم برداری استفاده شده. میبینی LED های بسیار زیادی رو با هم سری موازی کردم و به 12 ولت رسوندم. یه منبع تغذیه 12 ولت بهش دادم شده. حالا من میخوام نور خیلی بیشتری داشته باشم، همینا رو با هم سری موازی میکنم. اگه بخوام 12 ولت روشنشون کنم، اگه بخوام اندازه کل این ساختمون لامپ استفاده کنم ولی ولتاژ میخوام 12 ولت باشه، باید جریان 1000 آمپری تولید کنم. خب اگه نمیتونم جریان 1000 آمپری تولید کنم، باید همه این لامپ‌ها رو با هم سری کنم، ولتاژ 1000 ولتی تولید کنم. گرفتی شد؟ حالا این دیگه بستگی به شما داره که میخوای چیکار کنی، ولی ته تهش این یه دونه LED برای شما معجزه که نمیکنه، به اندازه یه LED برای شما نور رو تولید میکنه. حالا میخوای سریش کنی یا موازیش کنی مطرح نیست. اگه حجم نور بالایی میخوای، باید تعداد این LED ها کنار هم زیاد باشه. اگه تعداد LED آبی باشه، اون لامپ تو آبی تولید میکنه. اگه سبز باشه، سبز تولید میکنه.
بعضیا میان چیکار میکنن؟ مثلا توی لامپاشون یه تعدادی آفتابی میذاره، یه تعدادی مهتابی میذاره، مدار فرماناشون جدا میذاره، یعنی ولتاژاشون جدا میذاره. تو کلید میزنی اون لامپ مهتابی روشن میشه، همون کلید دوباره میزنی آفتابی روشن میشه. یه چیز جدیدی هم که الان مد شده تو لوسترها استفاده میکنن یا توی روشنایی زیاد ازش استفاده میکنن، شما یه کلیدی میزنی لامپ آفتابی روشن میشه، دوباره همون کلید رو خاموش روشن میکنید در عرض کمتر از 3 ثانیه نورش عوض میشه. اون LEDاش فرقی نکرده، تنها تفاوت تو اون درایورشه. یعنی یه درایوری درست کردن گفتن اگه 3 ثانیه به فاصله 3 ثانیه روشن شد این یکی لامپا روشن کن. فرض کن الان من 2 کانال کردم، همین الان من یک کانال دیگه اینجا سبز بسازم، مثلا اینجوری یک کانال دیگه شبیه این اینجا بسازم، مدار فرمانش رو جدا، یه بار اینا رو روشن کنم این لامپ سبز روشن میشه، یه بار اینو روشن کنم آبی روشن میشه. و برای اینم که اینا معلوم نشه میان یه کلاه اینجوری براش میذارن، دیگه تو نمیبینی تو این ساختار مداری چیه. و این درآمد بسیار زیادی داره. الان این چیزی که من بهت گفتم فقط یه نمونه آزمایشی و یه نمونه آموزشی است. برای تولید اگه میخوای انجام بدی حتما باید PCB پشتش آلومینیوم باشه، هست تو بازار تا دلت بخواد و LEDاش هم به وفور زیاد هستش. شما تنها کاری که باید انجام بدید، یعنی تولیدش به شدت آسونه، تنها کاری که باید انجام بدی چیه؟ اینی که بتونی یک محصول با کیفیت و با قیمت پایین ارائه بدی. و خود محصولم مهم نیست، واقعیتش تو ایران داریم زندگی میکنیم، نمیخوام خیلی جوگیر بشی. خب تو ایران داریم زندگی، خیلی مسائل کیفیت و اینا تو ایران خیلی مطرح نیستن. تنها چیزی که خیلی مطرحه قدرت بازاریابی و نفوذ توی بازاره و اونم باید با ارتباطات و با افرادی که کار فروش انجام میدن یا توی بازار دلال هستن باید با اونها وارد مذاکره بشی. توی اوایل کار سعی کن سود بیشتری رو برای همون بازاریاب یا همون اسپانسر مالی انجام بدی، سود کمتر برای خودت. کم کم که برند جا افتاد و اعتبار گرفتی، حالا میتونی تغییرات ایجاد کنی. این بهترین استراتژی ورود به بازار تو ایرانه و میتونی درآمد خیلی زیادی داشته باشی. علاوه بر این که از این لامپ‌ها میتونی تولید کنی، لامپ‌های فیلمبرداری یا تجهیزات فیلمبرداری، چون لامپ‌های خیلی گرونی هستن، میتونی با کیفیت و دلخواه خود اون کارهایی که کار فیلمبرداری انجام میدن براشون بسازی، قیمت ارزونتر میدی. یعنی اگه یه لامپی به عنوان مثال 10 میلیون تومان برای یک فیلمبردار تموم میشه، تو میتونی با 5 میلیون تومان به دستش برسونی، سود خیلی خوبی هم بکنی. اینم یه نکته دیگه از سودش. نکته دوم از سود میتونی که تابلوهایی که برای تبلیغات توی نمایشگرها، فروشگاه‌ها سردرشون نصب میشه یا بیلبوردهای سطح شهر هستن، میتونی از اینا استفاده کنی، باز هم درآمد فوق‌العاده زیادی داره. تابلو روان رو بهت پیشنهاد نمی‌کنم تولید کنی، توی کل دنیای منسوخ شده است، فقط توی ایرانی که داره با قدرت ادامه پیدا می‌کنه. چه تلویزیون‌های شهری که همون فول کالرها هستن، اونها هم درآمدشون برای بیشتر مونتاژ و دلالی خوبه، برای تولید به توصیه نمی‌کنم. بیشترین سودش تو همون کار کردن با فیلمبردارها و این هاست، به اضافه تابلوهای تبلیغاتی. این بیشترین سود رو فعلا داره لامپ. امیدوارم که از این نکات استفاده کنی. باز اگه میخوای درآمد تو حوزه تعمیرات فقط میخوای انجام بدی و توی تعمیرات درآمدت زیاد بشه، بهت توصیه میکنم فقط به لامپ اکتفا نکن، چون درآمدی زیاد نیست. یه لامپ 200,000 تومان یا 500,000 تومان پولش باشه، تو چقدر میخوای دستمزد بگیری؟ ولی میری یه برد کولر گازی تعمیر میکنی، مثلا امروز هیمای دلار تغییر میکنه، نمیدونم به قیمت چه سالی بگم، ولی برای مثال اگه یه برد کولرگازی 10 میلیون تومان پولشه، شما با تعمیرش میتونید 3 میلیون تومان تا 4 میلیون تومان پول بگیری. یا یه برد کولرگازی که 50 میلیون تومان پولشه، میتونید 10 تا 20 میلیون تومان شما مزد اون تعمیرات رو بگیری. ولی یه چیزی که 1000 تومان پولشه، چقدر میخوای دستمزد بگیری؟ این رو یادت باشه. اگه میخوای درآمد توی حوزه تعمیرات بیشتر باشه، دوره نقره‌ای رو اول ببین که یکم مهارت پیدا کنی، بعد دوره تخصصی ببین، سودش هم خیلی خوبه. ولی اگه میخوای درآمدهای دیگه داشته باشی، میتونی به تولید اینها یا مونتاژ لامپ ها فکر کنی. مونتاژش هم درسته گفتم خیلی با دستگاه انجام میدن، با دستگاه ارزونتر تموم میشه برای تولید کننده. ولی باز یادت باشه که اینجا ایرانه، خیلی‌ها دارن تولید میکنن، یعنی میخوان کار تولید رو انجام بدن ولی سرمایه اولیه ندارن، چون برای ساخت و خرید اون دستگاه مونتاژ، اون CNC یا اون کاری که اینو برات درست میکنه خیلی بالاست. برای همینم هر کسی پول ساخت خرید اون دستگاه رو نداره، رو میارن به مونتاژهای دستی و شما میتونی براشون مونتاژ کنی تو خونه یا به صورت
یه روشی هست توی کل کشورها استفاده میشه، بهش میگن شبکه‌ای. یعنی چی؟ یعنی LED ها رو میدی یه خونه، توی یه خونه برات انجام میده، مثلا خانم‌های خانه‌دار اینا برات مونتاژ میکنه، بعد سلفا رو میدی یه خونه خانواده دیگه برات مونتاژ میکنه، اینا رو با یه پیک موتوری میری جمع میکنی، همه رو میدی یه نفر دیگه برات اسمبل میکنه و همه رو میدی یه نفر دیگه برات کارتون میکنه، در نهایت میتونی برای اون انبار بفرستی. اینا روشایی که توی تولید انجام میشه. خلاصه تولیدش خوبه، مونتاژش هم. امیدوارم از کل این دوره لذت برده باشی. اگه کمی، کسری، نظری، پیشنهادی در مورد این دوره داشتی، دوست دارم که توی سایت پرچم پایین همین جایی که دوره رو تهیه کردی نظرتو بگی، یا توی اینستاگرام، توی تلگرام، توی روبیکا، هر جایی که به ما دسترسی داری نظرتو برامون بفرست. اگه چیزی کمه دوست دارم که بهم بگی، میتونم اضافه کنم و در حد توان خودم سعی کردم کم نذارم، ولی قطعا و یقینا خیلی کاستی ها داره. هیچ نه انسانی کامل هست نه آموزشی کامله. دوست دارم که نظرتو بگی، اگه نکات مثبتم داره باز هم بگی، باعث میشه که ما خوشحال بشیم، انرژی بگیریم برای دوره‌های بعدی استفاده کنیم. یعنی چیزی که الان با هم ساختیم این دوره رو نتیجه تجربه دوره‌های قبلی بودی که ساختیم دیگه، ساختیم، نظر گرفتیم، فیدبک گرفتیم، به این نتیجه رسیدیم که این دوره رو این چنین برگزار کنیم. شما رو به خدای مهربان میسپارم. امیدوارم هر کجا که هستی پرچمت بالا باشه.